سروکی کمپانیا روزنفتی روسی ایگور سچین ل سان پترزبورگ دی جوینا سالانه رای دارین کمپانیای در راگهاند کوان پلان کریه سال 2019 لباشور کردستان دست به جی کرنا برنامه لیگرین ژئولوژیک بکن. سچین گوت روزنفت لسر جی کرنا پروژه خبتاندنا کانزاین کردستان عراقی لروشلاتا ناوین بردوامه. وان پلان کریش بوی دابین کرنا پروسه درخستنا پترولی دست به پیکانینا برنامه کار لیگرین ژئولوژیک بکن. ده چاریکا یکمین یا سال 2019 در روزنفت لیازدمین بلوکا کانزایا بیجیل دست به درآنینا ازمونی کریه. روزنفت و حکومت هرما کردستان ده سال 2017 و 2018 ده لسر هفکاریا دوارین لیگرین و درخستنا کاربون هیدرات ده چند پیمان امضا کرنه کودنا وانده پیمانا دابشکرنا برهمین 5 بلوکین باشور کردستان ین وک باطل، زاویته، قصروک، حریر، بیجیل و دارتو هنه. کمپانیا روزنفتیا روسی اپراتورا وان پروژیانه کو پاراوی ده پیمانین دابشکرنا برهمان ده جسدی هشتیه. روزنفتی سال 2018 لکانزاین باشور کردستان دست به لیگرین ژئولوژیک کریو پلان دکه کود سال 2019 دجی لیکولینین سیسمیک و کولاندنا بیرین لیگرین ین کشفی بکه. روزنفتی بری راگهاند بو کو اگر انجام سرکفتی بن او سال 2021 دست به درخستنا پترولی ده آستا پیش سازیه ده بکن.